چرا اینو فهمیدم؟ دهنت سرویس اون که این میمو درست کرده. سلام علیکم عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو خیلی خوشبخت به ویدیو جدید. بچه‌ها امروز قراره چیکار بکنیم؟ قراره با هم بریم میم هایی که بیشترین ویو ها رو خوردن رو بریم ببینیم. میم های حقی که قراره بیشترین ویو خورده رو بریم ببینیم. پس قبلش یادتون نره بچه‌ها حتما ویدیو رو لایک بکنید، خیلی بهم کمک می‌کنه، خیلی بهم انرژی میده دورتون بگردم. اگه دکمه سابسکرایب نزدید دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله شبکه‌ها رو حال بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم میتونه تو خبر بگیرید. نیما تکیدو بده گذاشته ببینید. یه واچو بدین. آقا بزن بریم. شروع می‌کنیم از اولین ویدیو، اولین میمی که بیشترین ویو رو خورده. نوشته دخترا سی امروز سرم شلوغ نمیام بیرون. پسرا در حالی که باید یه کشور بحران زده رو مدیریت کنن. حاجی از پزشکیان خیلی مین در اومد که رفت فوتبال بازی کرد. نمیدونم یه ویدیو دیگه هم بود رئیس جمهور داشت گل میزد، پنالتی بود، بعد دروازه‌بان قصد توپو نگرفت. نمیدونم دیگه شما یه اسمی برای اون دروازه‌بانه بذارید دیگه. من حقیقتا نمیتونم تو این ویدیو به اون دروازه‌بان چیزی بگم چون روبروش رئیس جمهور بوده. ولی شما میتونید، شما تو کامنت ها یه جمله به اون دروازه‌بان میتونید بگید. این خیلی خوب بود. وقتی وسط بدبختی‌ها یادم میاد توی یخچال بستنی دارم. آی پشما، این منم، این دقیقا منم. این یه نقطه امیدیه واسه آدم. خیلی حس قشنگیه جدا. بچه‌ها تعداد میماش خیلی زیاده، من میخوام سریعتر بریم ببینیم. این خیلی حق بود. حالا بستنی هم نه، مثلا بعضی وقت یهو فکر میکنم یه خوراکی خریدم که مثلا تو کابینته اصلا یادم میره دیگه چه اتفاقی افتاده تا زمانی که اون خوراکی رو دوباره بخورم و دوباره به حالت فکر و خیال برگردم. و بچه‌ها هر کدوم از میمایی که میبینیم و هر کدومشون بهتر بودن رو توی کامنت ها بگین. اوکی، هر کدوم تونستین باشه ارتباط بگیرین رو تو کامنت ها بگین. من با این خیلی ارتباط میگیرم، این خیلی خوبه. بریم بعدی. اونی که برای 2 نمره زار میزنه، من که فاسه هم نمیشم. قیافه رو وای آجی، همینه دقیقا، همینه همیشه همینه. اونی که مثلا نمره 1-2 نمره کم میگیره اینجوریه که وای ای کاش نمره مثلا 20، وای خدا مثلا یه همچین حالتی. ولی اونی که دیگه افتاده میبینی دیگه آب از سرش گذشته دیگه، چه 1 وجب چه 100 وجب دیگه، اون ته دیگه افتاده بنده خود دیگه، باید ترم بعد بره پاسش کنه، راه دیگه ای نداره. ولی اونی که 2 نمره میگه ای کاش مثلا حواسم بیشتر بود. اونی که نخونده دیگه به یه برمترین حالت ممکن اتفاق میفته دیگه. نوشته خانواده ایرانی وقتی بچهشون گم میشه نماز میخونن، وقتی پیداش میکنن What the fuck حاجی این چقدر خوبه. چرا جدا اینجوریه؟ مثلا یه اتفاقی که مثلا نیفتاده تا میفته. اگه دست و پا شکسته بود که هیچ، شکسته میری گچ میگیری، ای مثلا میگه ای گفتم حواستو جمع کن فلان. اگه میفته و دست و پاش نشکنه، مامان بابا یه کاری میکنن دست و پاش بشکنه. بابا دیگه شل کن تو رو قرآن، گم شده بچه. بعد پیدا میشه جریمت میکنم. من بابا شکر کن، خدا رو شکر سالمه دیگه، زنشو نگی. بریم بعدی. نوشته دکتر میگه روزانه 20 دقیقه دویدن به سلامتی کمک میکنه. اوکی، من بعد از 5 دقیقه دویدن. این چرا اینجوریه؟ 20 دقیقه دویدن مگه 2 ماراتونه؟ چرا اینجوری صدا میده؟ وای واقعی صدا جدی شطوره است. پشما شطوره چقدر صدا آدم میده. میگم خیلی وای میما خیلی خوبه. نوشته دایناسورها تنها کاری که توی یه روز عادی به مدت 165 میلیون سال انجام میدادن. اوکی، احساس میکنم بین انسان و حیوانات خیلی داره ارتباط برقرار پیدا میشه. میبینی اون شطوره این خیلی صدا شبیشه، یا شاید هم صدا خودشه، دی ان ای دایناسور. بریم بعدی. وقتی دانشگاه زنگ میزنه به بابات برای شهریه. اوکی، یعنی علیرضا قمشی پسر شما هست یا نیست؟ نمیدونم، تحقیق کردم به نتیجه نرسیدم. خب آقای من ایشونو یه دفعه دیدم در ایران 40 سال پیش. یه لحظه
این هوش مصنوعی نیست، واقعی. قمیشی نمیدونم، تحقیق کردم به نتیجه نرسیدم. من ایشونو یه دفعه دیدم در ایران 40 سال پیش، حدود 10 دقیقه. یه دفعه دیگه در لس آنجلس 20 خورده سال پیش برای چند. یه وقتی دانشگاه زنگ میزنه به بابات میگه شهریاته. و بعد همین اواخر 3-4 سال پیش در دبی دیدم، اونم برای یه ساعت. در نتیجه نمیدونم راستش. پشمام. سیاوش قمیشی مگه پسر گردن نگیرترین بابای دنیا میشه گفت؟ فکر کنم پسر تگه هر که دیگه. شاید مثلا قهرین ها. نمیدونم راستش. What the fuck. تو رسانه بکن برگردی بگی من نمیدونم اون پسرم یا نه. در این حد گردن نگیر باشی دیگه. آقای قمیشی واقعا خیلی گردن نگیرت قویه، جدا دارم میگم. من البته نمیدونم این داستان چیه. تابلو هوش مصنوعی نیست، یعنی خیلی تابلو. اصلا فکر نمیکردم، اصلا یا نمیدونستم سیاوش قمیشی پسر داره. نمیشه بچه پشت سری مامان سری فقط 4 تا دونات میخوام. من سلام 4 تا دونات میخوام. سگی چقدر وای خدا. بچه من خیلی سایلنت میخندم. چه قیافه سگی اینجوریه؟ چون پسر بچه بغل پشتیه گفته ماما من 4 تا دونات میخوام، این اومده 4 تا دوناتو برداره. خدایا. نوشته دخترا نه فاتیو دعوت نمی کنم، فقط 15 ساله میشناسیمش. پسرا پیک اسنپ فود غذا رو اوورد باید دعوتش کنیم. ای به ناراحت میشه از دستمون. پشما حاجی این واقعیت. بچه ها من یه خاطره تعریف بکنم. من what the fuck حاجی این واقعیته. بچه ها من تو پیک اسنپ کار میکردم، این واقعیه. رفتم غذا به اصطلاح برسونم به خونه ای، بعد یه سری جوون بودن تو خونه، همه مثلا غذایی که سفارش دادن رو بردن طبقه بالا. یه خونه مجردی بود، دختر پسر مثلا داشتن بازی میکردن. غذا رو بردم، اون آقایی که ازم مثلا غذا رو تحویل گرفته بود جدی اصرار داشت که برم باهاشون بازی کنم. مثلا توی کنسولایی داشتن، نفهمیدم ایکس باکس توی چی، منو داشت میکشون تو، میگفت یه یار کم داریم بیا بازی کنیم. من نرفتم، ولی این واقعیه، جدا واقعیه و این اتفاق واسه من افتاده. من مثلا فکر خطی رو اولش احساس خطر کردم، بعد دیدم نه جدا مثلا اون تام میگن بابا بیا جدی داریم میگیم بیا بازی کن. یه غذا هم اضافه تر از جمع سفارش داده بودن، میگفتن بابا گفته بودیم به بچه‌ها که هر پیکی غذا رو اوورد میکشونیمش تو بازی میکنیم. من کار داشتم نرفتم. واقعیه به قرآن واقعی. پشما واجی اینو من تجربهش کردم. داشتن کراش بازی میکردن، داشتن کراش ماشینی بازی میکردن. خونه رو یادم نمیاد. وای خدایا دهنت سرویس. خیلی خوب بود. بریم بعدی. همین الان بهم بگم برو کرگدن شکار کن تا هفته دیگه به $30 میدیم، تا شب با جنازه کرگدن رو دوشم برمیگه. آخه مادر قهوه کستن سبزی فروش، تو میخوای با من کل بکن؟ آخه کی تو کست ننه بی سوادت بره؟ بچه ها این بنده خدا کیه؟ این بنده خدا کیه اینقدر گوه میخواد؟ یعنی بنده خدا کیه که اینقدر گوه؟ چیه؟ فازش چیه؟ چی کار داری میکنی واسه خودت؟ نمیدونم، احساس میکنم پول تو گوخوریه. همچی حسی دارم. نمیدونم این دوستمون چی کار میکنه. نمیدونم یکی گفته بود کلاهبردار پولشو خورده بود، ویدیو گذاشته بود، میگفت نمیدونم چی خریده بودم ازش، پکیجش نمیدونم پول سازیشو چیو خریده بودم. توی رویز اجاره‌ای هم یادم یه بار دیده بودیم ویدیوشو، داشت ویدیو میگرفت. حداقل یه ماشین اجاره بگیرید که بابا 100 نفر دیگه اجارهش نکرده باشن. بعد الانم مثلا داری یک روز گفتم بابا میدونی خوردن یه حد استانداردی داره، مثلا دیگه داری میخوری مثال داری میزنی، یعنی مثلا مثال درست بزن. سوسک میبینید چیز میکنی میرینی تو خودت. بعد کرگدن داداش تو شاخش اندازه کل هیکلته، هیچ جاشو نمیتونه حتی بکنه داخلت، حتی اینقدر کوچیکه آدم واسه کرگدن. داداش کرگدن تو این اتاق جا نمیشه کرگدن. بعد رو دوش هم میذارم داداش، اصلا ببین نزدیک اصلا میتونی کرگدن ببینی. بریم بعدی. نوشته معلم وقتی معلم خودتو با رفیقاتو انداخته بیرون، من و رفیقام بیرون. آقا راست میگه.
جدا معلم با خودشون چه فکری میکنن؟ بابا معلم عزیز قربونتون برم، وقتی ما تو خود کلاس به حرفت گوش نمیدیم ما رو میکنی بیرون، این یعنی کاری که میخواستیم ما انجام دادیم، یعنی الان به اون لولی که میخواستیم رسیدیم، یعنی لول اپ شدیم در اصل. یعنی ما نمیخواستیم به حرفت گوش بدیم، ما رو انداختی بیرون خیلی راحت‌تر میتونیم به حرفت گوش ندیم، میدونی؟ این اصلا تنبیه نیست، یعنی اگه فکر می‌کنین این تنبیهه که ما رو از کلاس بندازیم بیرون، که نه، شما داری پاداش کارمون رو میدی، میدونی؟ من چه فکری میکنن جدی از کلاس میندازمت بیرون؟ به یه ورم جدا ایول منو میندازی بیرون، چون واقعا حوصله کلاستو ندارم دیگه، یعنی یه کاری دارم میکنم که بریم بعدی. قاضی متهم رفع اتهام شد. موفق باشید. من ممنونم، دیگه تکرار نمیشه. واکنش وکیلم. What the fuck حاجی، همونجا قاضی چوبشو میکنه تو دهنت. وکیل خودشو پاره کرده، مثلا بگه آقا این کار نکرده، بعد قاضی راضی کرده که آقا قاضیه اینو تبرئه کرده، بعد ببخشید دیگه تکرار نمیشه. واکنش وکیل. مام بزرگم این روزا جوونا فقط به فکر چیزن، رابطن. مادر بزرگ راست میگه حاجی، ما چرا خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 یه دونم تو بغلش، 2 تا تو بغلشه، 16 تا. ماشاءالله اصلا مادر بزرگ از بد به بلوغ نتونسته دوره چیزو تجربه بکنه، از بس بدون وقت اضافه. سوالی که پیش میاد اصلا کی وقت میشه؟ مثلا این همه بچه اصلا کجای خونه میشه یه همچین بچه بعدی رو درست کرد؟ خیلی این برای خیلی ها سواله جدا، این اصلا یه ابهامی وجود داره توش، خیلی ها نمیدونن جوابشو. الان من الان مثال نمیزنم، بریم بعدی. وضعیت صاحب بوفه هنرستان اگه سیگار موجود میکرد. با پشمام راست میگه. دکه‌های بغل مدرسه عشق میکنن. نکنید بچه‌ها، نکشید جدی. من میگم راست میگه چون واقعا راست میگه، خب ولی واقعا چیز دریوریه اینکه آدم سیگار بکشه فکر کنه بزرگ شده. نه. نوشته جامعه علمی سال 1868 وقتی نیوتن کشف کرد تا یه چیزی رو حرکت ندی حرکت نمیکنه. وای خدا، جدا نیوتن یعنی وقتی میرید متوجه جاذبه نمیشد، اون سیبه افتاد متوجه شد. این چه میمایه جدا، این قیافه ها رو چجوری میتونیم به یه سری میما تبدیل کنین؟ عالیه. بریم بعدی. هیچ از خانواده های ایرانی توی تبلیغات صدا و سیما یه دونه سس مایونز خریدن. اوکی؟ راست میگه. دیدیم بچه‌ها یارو تو پنت هاوس، اتاقا شیشه‌ای خوشگل، یه خانواده 4 نفره مفرح، یارو کارخونه داره، زن خانه‌دار، عالی، زندگی در رفاه کامل، در یخچالو وا میکنه، پر مواد غذایی. بعد علت خوشحالی و زندگی مفرحشون تن ماهی دست خره. یکم باید آپدیت بشن جدی توی تبلیغ کردن. بریم بعدی. نمیشه وقتی یه ویدیویی که سرش 1 ساعت کامل خندیدم رو با خانواده نشون میدم. خانواده خوب نبود. من که نفهمیدم چی شد. اصلا خوب نبود. بگم مزخرف بود دیگه، چی میتونم بگم؟ افتضاح. چقدر واقعیه. واقعا جدی میگم، یعنی خانواده ها، یعنی پدر مادرها یه ویدیو رو خودشون تنهایی ببینن میخندن، به قرآن میخندن، ولی چون مثلا بچه میبره نشون میده، نمیدونم چرا دوست دارن آدمو چیز کنن، معنی اون چیزی میگن ضایع کنن. من بیادبیش اومد تو ذهنم. این خیلی حقه. بعد اونجاش که مثلا ویدیوت به آخرش میرسه میگن خب همین، نه دستتو بذار زمین. مادر من عزیزم دوره دیگه چیکار باید یارو بکنه؟ یارو داره خودشو جر میده بخندی. شما وقتی داخل مهمونی بعد از اینکه غذاتو خوردی بلند میگی دست همگی در نکنه، ولی هیچ کس یه برش هم حسابت نمیکنه. وای آجی what the fuck، اینو من تجربه کردم. بچه بودم خیلی سال من رو ادب اومدم مثلا بلند با صدای بلند مثلا دست شما درد نکنه، خیلی خوشمزه بود. بعد یه سکوت خیلی خاص، خیلی حس بدیه، ولی اون باعث نشد که دیگه تشکر نکنم. با صداهای بلندتری تشکر کردم تا یکی جوابم بده. نوشته وقتی یه قلوپ از آب معدنی که داییت توی یخچال مامان بزرگت گذاشتی میخوری، اوکی؟ چه تلخه
من چرا اینو الان فهمیدم؟ منظورش عرق خارشتر و یاهیاته که تلخه منظورشه. من نباید اینو میفهمیدم. بالاخره الگوی زندگیم پیدا شد. اوکی؟ با دو چیز خیلی مخالفم، اینو بگم، یکی درس خوندن، یکی کار کردن. ورزش هم میکنی؟ نه، اصلا از ورزش بدم میاد. موسیقی چی گوش میکنی؟ موسیقی مبتذل. این بنده خدا کیه؟ پشمام. الگوی خیلی خوبی میتونه باشه. هنوز نفهمیدم چجوری کیفیت یه تلویزیون 100 میلیونی رو توی یه تلویزیون 20 میلیونی تبلیغ میکنن. پشمام، راست میگه. جدا مثلا نسل جدید تلویزیونا رو چجوری کیفیتش رو تو تلویزیونای قدیم خیلی به نکته قشنگی اشاره شد. واقعا پشمام. آفرین پشمام. نوشته وقتی سر 1 گرم تریاک با پدر بزرگت شرطی 2 گله میزنی، اوکی؟ این چیه؟ دهنت سرویس اون که این میمو درست کرده. نوشته واضحه که انسان عاقل و فهمیده هستی. من وقتی تنها میشم، خودم به شدت یه سری کارایی میکنم که کارای چیز نیما خفش. خب اصلا کی از تو پرسید گم میخوری. خب اوکی، نوشته من وقتی تنها میشم، اوکی، حاجی من بگم به قرآن این منم باورتون میشه. بچه‌ها من یه بار 2 لیوان اومدم بردارم ببرم بشورم. 2 لیوانا توشون یه مقدار آب بود، میخورد به هم اینجوری صدا میداد. خب نیم ساعت داشتم با این بازی میکردم. بعد به خودم اومدم گفتم نیما تو اومدی ظرف بشوری، به کارت برس. جدا بعضی وقت آدم تو تنهایی خودش به قرآن این ورقا دست من بیفته 2-3 ساعت باهاش سرگرمم. جدی میگم. بچه‌ها تعداد میما خیلی زیاده. اگه دوست داشتین حتما بهم بگین پارتای بعدیش هم بسازیم. خیلی تعداد میما زیاده. بعد هر روز میمای خفن‌تری درست میشه. خیلی باحاله. من خیلی خوشم اومد. اگه شما دوست داشتین حتما بگین پارتای بعدیشو بگیرم دورتون بگردم. مرسی که تا این ویدیو همراه من بودید. قربون تک تکتون برم. بعد از دیدن ویدیو بدون شاد می‌کنم این 2 ویدیو رو حتما برید ببینید. بچه‌ها نمیدونید چقدر دوستتون دارم. عاشقتونم. تا ویدیو بعدی همینجوری شاد، پر انرژی و خفن بمونید.